من و شما مشاهده میکنیم که در سای مختلفی و نمایندگی این ملت و این نظام الحمدلله جوانای خوبی را داریم که انعکاس و نمایندگی خوبی از غیرت و شهامت و اخلاق خوب از همه چیز افغانا در استیج‌های بین المللی الحمدلله جوانای ما شما نمایندگی خوبی کردند و نتیجه‌ای بوده که قهرمانی به دست ما شما آمده و امارت اسلامی افغانستان همیشه در این شک نیست که حمایت شما را کرده و چیزی که در توانش هست خواهند نمود و مهمتر از او یک رهبری بسیار خوبی در اداره تربیت بدنی قرار داره که الحمدلله شفقت دارن سری ورزشکارا حمایت میکنن چیزی که در توان باشه دریغ نمیکنن. ما نتیجه رهبریت سالم اداره تربیت بدنی و المپیک افغانستان را نتیجهش الحمدلله میبینیم که در استیج های بین المللی در مسابقات آسیایی المپیکی جهانی در بخش های مختلف الحمدلله دستاوردهایی داریم که امروز نام ملت افغانستان و این ملت با تاریخ و با تمدن الحمدلله در هر جای عرضه میشه و ارزندام میشه و در شرایطی که امارت اسلامی افغانستان خوب است با کشورهای همسایه یک ارتباط خوبی داریم و ما کوشش میکنیم سیاست خارجی امارت متوازن باشه، اقتصاد محور باشه، ساخت ساز با کشورها باشه، تعامل اقتصادی باشه، ولی با وجود از او یک چیزی مشکلات ها هست ولی تنها ورزش است که الحمدلله دیپلماسی ورزشی را در همه دنیا الحمدلله مطرح کرده و نمایندگی مردم را کرده. ما الحمدلله در اداره تربیت بدنی جناب وثیق صاحب که واقعا یک شخصیت موثر است، جناب حافظ محترم، جناب اختری صاحب که واقعا همیشه صحبتایشان واقع بینانه بوده و جناب رحمانی صاحب بزرگوار و جناب عطل صاحب و دیگر بزرگوارایی که در اداره هستند، رؤسای فدراسیون، ما که تا جایی که بسیار یک ارتباط خوبی داریم اکثر با فدراسیون رئیسا و مسئولین ورزشی بسیار یک ارتباط تنگاتنگ داریم دیگه. الحمدلله رویداد اخیری که در سطح همه کشورهای آسیایی یک چیز قابل ذکر می‌دارم چون ورزشکارای عزیز و محترم تشریف فرما هستند در مسابقات طبعا کشورهای آسیایی بسیار یک رول خاص خود دارن، یعنی کشورهایی هستند که واقعا خود را یک چیز میگیرن و این سخت است که از پیش از او کسی مدال بگیره. افغانستان با شرایط تنگ اقتصادی مشکلاتایی که ما شما داریم دیگه واقعا صادقانه بگویم نمیشه که آدم خفته و بیدار نباشه و از حالات خود نبینه، ولی با وجود این مشکلات الحمدلله توسط رهبری محترم اداره تربیت بدنی و از همه مهم استادای عزیز ما شما که شب روز تلاش میکنن عرق میریزن تا اینکه شما یک جوان عزیز و قهرمان ما نمایندگی خوبی تنها در عرصه ورزش نه، تنها در عرصه تمدن نه، تنها در عرصه فرهنگ نه، تنها در عرصه علم و ادب نه، بلکه در حالت اخلاق و دیپلماسی ورزشی در همه امور ما باید نمایندگی خوب بکنیم. الحمدلله افتخاراتی که اخیر جناب استاد عبدالواسع قیومی که استاد همه ما شماست دیگه اکثر قهرمانای افغانستان شاگردی مستقیم اونا را داره. الحمدلله در سطح کشورهای آسیایی که تقریبا بیش از 22 کشور بود به نظرم 5 دانه مدال برنز و 2 تا نقره که بسیار یک افتخاری بزرگ است و بی سابقه است. ما به همه ملت افغانستان مخصوصا اداره محترم تربیت بدنی و استادای محترم رئیس فدراسیون جناب استاد و به همه قهرمانای عزیز تبریک و تهنیت عرض می‌دارم، مخصوصا آن قهرمانایی که این مدال را از آن مردم افغانستان و تاج برای مردم افغانستان برگرداندند. و مهمتر از این مدال ها که کشورهای آسیایی طبعا تلاش میکنن مصارف اونا را ارزیابی کرده شود، اونا چقدر وقت سر از این مصرف میکنن، چقدر یک توجهی خاص فرش میشه. این فکر کو ورزشکارای ما امروز استاد پیاده این فکر کو از طریق زمینی رفتن، تا هوایی براشون مشکلات بوده مساعد نشده. الحمدلله ما به سطح آسیا بهترین مربی را الحمدلله در امسال از آن خود کردیم که جناب استاد از بهترین مربیان کشورهای آسیایی در بخش ورزش‌های رزمی که چند فدراسیون است، عرصه‌های مختلفی، ورزش‌های مختلفی، این کلش افتخارات است دیگه. ما افتخارات را از آن خود می‌دانیم. امارت اسلامی افغانستان در حمایت شماست، ارگان امنیتی سراسر در خدمت شماست و کوشش بکنیم بخیر که نمایندگی این جامعه مبارک را و این جغرافی مقدس را و این مردم خوب را که سراسر همه عرصه‌ها که سیر می‌کنیم افتخارات است. سراسر ما الحمدلله تاریخ بسیار خوب داریم، تمدن خوب داریم، باید همین رقم یک نمایندگی شود، ولی با وجود مشکلات اقتصادی دیگر الحمدلله اداره تربیت بدنی امارت اسلامی افغانستان یک رهبریت و شفقت سالم کرده که امروز نتیجهش ما اگر از هر عرصه که بحث کنیم دیگه نام خدا افتخارات زیاد است
قابل بحث نیست. ما به سطح آسیا الحمدلله نام خود داریم، حتی به سطح دنیا دیگه بهترین مربیگری را به جناب استاد قیومی بزرگوار و به قهرمانای عزیز که مدال آوردن و به اداره تربیت بدنی تبریک و تهنیت عرض می‌دارم. به آرزوی موفقیت بیشتر و بهتر شما ان شاء الله امیدوار هستم که در میدان‌های مختلفی نمایندگی خوب ملت عزیز افغانستان را بکنین، با نمو شیوه با نمو جزئیاتی که قبلا عرض کردم در همه عرصه‌ها باید نمایندگی خوب بکنیم.